سلام. سلام عرض شد. بفرما. ببخشید واسه این آگهیتون مزاحم شده بودم. خواستم اگه بشه اینجا استخدام بشه. مدارکتون آوردید؟ بله بفرمایید. کاملا؟ کامله. مدارک همش کامله. سابقه کار؟ والا سابقه کار که سابقه کاری ندارم من. نمیشه که آقا جون، سابقه کار باید داشته باشی. خب آخه چی کار بکنم؟ من الان هر جایی که رفتم به من میگم باید سابقه کار داشته باشی. من نمیدونم از یه جایی باید شروع کرد بالاخره. من شهروندم، سابقه کار باید داشته باشی. خب آخه بالاخره شما هم ببینید من الان بیکارم، دارم یعنی نمیدونم چیکار باید. مشکل من نیست، بفرم سر را بایستید. خدای توجهی بکنیم. شهروندم هر چند کنم بکنیم. بفرم. آخه بابا باغ تابات منو درکم کن، نگو جلو را واسادی آقا حرکت کن. تو اینجا نشستی واسه این که جوابمو بدی، با اینو نگاه نکن چشم پر عذابمو ببین. اگه نیازمند بودی تو هم میشدی یه کنه. ببین اسم بدشانس روی پیشونی منه. عصبانیم یه زلزله 10 ریشتر تو، چرا اون با یقه بسته و تحریش بره تو. همینا میتونه جوونای ما رو پیر کنه. حد زدی یه روزی پیشش کار تیر کنه، تا که میرسه به من بدبخت آواره. میگه الان نه باشه بدبخت نهاره. بیا یه کار خیری بکن توی روزه، امضا تو نمیخوام بذارم توی موزه. نگو مدارکت ناقص تو فردا بیا، همه چیزو کامل کن و بعد بردا بیا. واسه استخدام دقت کن به ضابطه ها، باید داشته باشی 5 سال سابقه کار. نمیخوام داد بزنم الکی شلوغ بکنم، بگو 5 سال من از کجا شروع بکنم. منو داری میبینی که عزیزم اونو سیرم، از همه جا بریدم و دی جوون پیرم. به بارم رو میبندم و شبونه میرم، به خاطر تو دیگه کارم تموم میرم. منو داری میبینی که عزیزم اونو سیرم، از همه جا بریدم و دی جوون پیرم. به بارم رو میبندم و شبونه میرم، به خاطر تو دیگه کارم تموم میرم. بیدار شدی میخوره به سر هوای صبح، توی روزنامه بخون صفحه حوادثو. ببین مادری که دخترش رو کشته بود، بعد خودش رو پرد کرد از پشت بود. میگی که مادر بیرحمی که روزگاری چیه؟ خراب شد اول روز کاری. اگه دقت کنی با کمی ریشه یابی، میفهمی که حتی یه مادرم میشه یاقی. اون مادری کاش باز زنده میشد، واسه تعریف میکرد داستان زندگی شد. روزی که خداوند دخترش رو هدیه میکرد، مادر داشت از خوشحالی گریه میکرد. با وجود پدری که هنوز بیکار بود، دم بیمارستان نشسته و سیگار دود میکنه و بدهی یا هر روز قد میکشه. مرد دور آگهی یا همش خط میکشه، بند امیدش به آینده ها پاره شد. با آخر سرم که خیابونا کارشو ساخت، واسه توی خدا ببخش گناه. حالا برو بخون مجله گل آقاتو. منو داری میبینی که عزیزم اونو سیرم، از همه جا بریدم و یه جوون پیرم. به بارم رو میبندم و شبونه میرم، به خاطر تو دیگه کارم تموم میرم. منو داری میبینی که عزیزم اونو سیرم، از همه جا بریدم و یه جوون پیرم. به بارم رو میبندم و شبونه میرم، به خاطر تو دیگه کارم تموم میرم. چیه فکر میکنی حالا که تو پشت میزی از ما بالاتری؟ یعنی تو گشته نیستی؟ طوری صحبت میکنی انگار که داری الان تلافلاتو میکنی پشت میزی. خیلی شده یه جوون جلوی تو ظاهر بشه، یه جوون تحصیل کرده که مسافر کشه. این همه سال زحمت کشیده واسه کاری که فردا با روی سفید بره خواستگاری. دیگه خودت هم میدونی اینه گفته یه عقل، باید با پول بشینی سر سفره عقل. و توی پول چیزی به اسم وفا گمه، گذشت وقتی که میگفتن مهم تفاهمه. فقط ضربیات تو همه چیزو خراب میکنه، بعدش از پنجره فرار میکنه. باغ تابات منو درکم کن، نگو جلو رو واسادی آقا حرکت کن. منو داری میبینی که عزیزم اونو سیرم، از همه جا بریدم و یه جوون پیرم. به بارم رو میبندم و شبونه میرم، به خاطر تو دیگه کارم تموم میرم. منو داری میبینی که عزیزم اونو سیرم، از همه جا بریدم و یه جوون پیرم. به بارم رو میبندم و شبونه میرم، به خاطر تو دیگه کارم تموم میرم.